سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوایم کمی درباره فلسفه صحبت کنیم. درباره اینکه فلسفه چیه. البته این موضوعی که خیلی مفصل میشه دربارش صحبت کرد. ما توی این ویدیو میخوایم یه صحبت مختصر و مقدماتی در این زمینه داشته باشیم. خب پس بریم ببینیم فلسفه چیه و چی میشه در این باره گفت. توی فرهنگ عمومی ما کلمه فلسفه رو در برخی جملات به کار میبریم. جملاتی مثلا میگیم فلسفه فیلم دیدن چیه، یا فلسفه رمان خوندن چیه، یا فلسفه سفر رفتن چیه. یا ممکنه به صورت دیگه ای مثلا کسی بگه فلسفه من از کار کردن اینه، یا فلسفه من درباره زندگی اینه. ما تو این جملات فلسفه رو به معنای در واقع برای اشاره به چیستی اساسی و اولیه یک پدیده، یک فعالیت و یک کار به کار میبریم. میخوایم ببینیم یک کار اساساً چیه، ماهیتش چیه، یا درک اولیه و اساسی ما از چیزی چیه. و این کاربرد کلمه فلسفه به این معنا نزدیکه به چیزی که فلسفه به عنوان یک فعالیت نظری و آکادمیک هست، یا چیزی که فلسفه به عنوان یک فعالیت نظری و آکادمیک انجام میده. فلسفه سوالات اساسی میپرسه درباره هستی و درباره ارتباط ما با هستی و میخواد در واقع چیستی اساسی و اولیه هستی رو و ارتباط ما با جهان یا هستی رو برای ما آشکار کنه یا واضح تر کنه. حالا اینکه سوالهای اساسی چی هستن جا داره که درباره‌شون صحبت کنیم. میتونیم در این باره مثالهایی بزنیم. مثلا ما میتونیم سوالهای اساسی بپرسیم درباره هستی. بپرسیم که هستی چیه؟ وقتی میگیم چیزی هست منظورمون چیه؟ چه چیزهایی هستند؟ آیا چیزی که مثلا بهش میگیم طبیعت مادی یا طبیعت فیزیکی هست، مستقل از ما آیا وجود داره، یا در واقع ادراکاتیه که در ذهن ما وجود داره؟ آیا چیزهایی غیر مادی، مثلا چیزی موجودی به اسم روح وجود داره، موجودات غیر مادی وجود دارن؟ آیا طبیعت جنبه‌ای غیر فیزیکی هم داره؟ و این موجودات چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ موجوداتی که هستند چه موجوداتی هستند و اون موجوداتی که هستند چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ آیا میشه گفت واقعیت دارای درجات و مراتبه؟ مثلا موجوداتی واقعی ترن یا موجوداتی دارای واقعیت بیشتری هستن، یا موجوداتی کامل ترن و موجودات دیگه ناقص ترن؟ یا آیا هستی منشأ اولیه‌ای داره؟ این سوال ها رو میتونیم در واقع سوال های اساسی بدونیم که ما درباره جهان به طور کلی یا هستی میپرسیم. و شاخه از فلسفه که به این پرسش ها میپردازه به اون شاخه میگن هستی شناسی یا متافیزیک. به انگلیسی هستی شناسی رو میگن ontology و متافیزیک هم میگن metaphysics. و گاهی این دو واژه رو به معنای کمی متفاوتی، به معناهای کمی متفاوتی از هم به کار میبرن که البته ما گاهی هم به معنای واحدی یا نسبتاً واحدی و ما اینجا به معنای واحدی اونها رو به کار بردیم. فقط نکته که باید بهش توجه داشت اینه که متافیزیک کاربردی که معنایی که در کاربرد فلسفیش داره اشاره به یک پژوهشی درباره هستی داره و مثلا به بررسی این سوال هایی که گفتیم میپردازه. و برخلاف کاربرد روزمره‌اش که گاهی به عنوان گاهی برای اشاره به موجوداتی فراتبیعی یا سوپرنچرال به کار میره، چون این کاربردی نداره. یعنی مثلا یک فیلسوفی ممکنه معتقد باشه که آنچه هست طبیعت فیزیکی است و چیزی جز طبیعت فیزیکی نیست، وجود نداره. خب این فیلسوف هم طبق کاربرد فلسفی این اصطلاح یک رأی متافیزیکی داده، یعنی یک رأیی در حیطه متافیزیک
و چیزی درباره اینکه هستی چیست و چه چیزهایی وجود دارن داده. خب پس ما کمی درباره فلسفه صحبت کردیم. گفتیم که فلسفه به سوالات اساسی درباره جهان یا هستی و ارتباط ما با هستی میپردازه و مثالی در این باره زدیم، سوالهایی رو درباره هستی به عنوان نمونه مطرح کردیم و میشه مثالهای دیگه ای زد. مثلا این سوال که دانش چیست؟ آیا ما میتونیم از جهان دانش کسب کنیم، درباره جهان دانش داشته باشیم؟ چه چیزهایی رو ما میتونیم بدونیم؟ آیا چیزهایی هستن که میتونیم بدونیم و چیزهایی که نمیتونیم بدونیم؟ و منابع دانش و منابع شناخت چیه؟ آیا مثلا ما صرفا از طریق حواسمون، حواس پنجگانمون درباره جهان دانش کسب میکنیم یا منبع دیگه هم برای کسب دانش از جهان داریم؟ مثلا منبعی به اسم عقل که مستقل از تجربه و داده های حواس به ما چیزی درباره جهان میگه. اینها سوالاتی هستن که ما در شاخه دیگه از فلسفه به نام شناخت شناسی یا معرفت شناسی به اونها میپردازیم که به انگلیسی بهش میگن اپیستمولوژی و از کلمه اپیستمه، کلمه یونانی اپیستمه، معنای دانش میاد. همچنین در انگلیسی بهش گاهی theory of knowledge هم میگن، نظریه شناخت یا همون شناخت شناسی. نکته‌ای که میشه بهش توجه کرد اینه که شاخه‌های مختلف فلسفه با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی دارن. حالا ما اینجا کمی درباره هستی شناسی و شناخت شناسی یا معرفت شناسی صحبت کردیم و اینها ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن. یعنی نظراتی که ما در یک زمینه میتونیم داشته باشیم، مثلا در زمینه هستی شناسی، تبعاتی خواهد داشت برای نظراتی که در زمینه معرفت شناسی داریم. مثلا فیلسوفی که به این قائله که آنچه هست صرفاً طبیعت فیزیکیه در زمینه هستی شناسی، این فیلسوف در زمینه معرفت شناسی مثلا احتمالاً خواهد گفت که تنها راه شناخت ما از جهان حواس پنجگانمون هستن و از طریق در واقع اثرگذاری طبیعت روی حواس ما در مورد طبیعت دانش کسب میکنیم و منبع دیگه‌ای که قرار مستقل از این داده‌های حواس و اینکه چگونه طبیعت بر ما اثر میذاره چیزی به ما بگه درباره جهان، چون این منبع دیگه‌ای نداریم. یا مثلا فیلسوفی اگر قائل به اینه که ما میتونیم شناخت کسب کنیم و بدونیم این رو که مثلا خدا وجود داره، در مورد وجود خدا شناخت کسب کنیم. از یک طرف این فیلسوف قائل به اینه که موجودی هست به نام خدا، خب این یک رأی در هستی شناسیه، و طرف دیگرش در معرفت شناسی این فیلسوف قائل خواهد بود که ما به جز داده های حواس لابد منبع دیگه‌ای هم برای کسب دانش داریم، مثلا منبعی به اسم عقل، و از این طریق میتونیم مثلا دانش داشته باشیم در مورد وجود خدا. خب پس حیطه‌های مختلف فلسفه، شاخه‌های مختلف فلسفه با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی دارن و ما مثال ارتباط هستی شناسی و معرفت شناسی رو زدیم. میتونیم همینطور صحبت کوتاهی هم درباره روش فلسفه داشته باشیم. فیلسوفا به سوالهای فلسفی که میپردازن از روش میتونیم بگیم روشی که به معنای وسیع روش عقلی، از روش عقلی استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اونها برخلاف مثلا کاری که دانشمندا انجام میدن که بالاخره کارشون یک ارتباطی با داده های تجربی و نتایج آزمایش های تجربی داره، فیلسوفا از طریق آزمایش و ارجاع به برخی داده های خاص یا نتایج برخی آزمایش های خاص پاسخ پرسش ها رو نمیدن. در واقع جنس پرسش های فلسفی طوریه که از این طریق نمیشه پاسخشون رو داد. مثلا فرض کنیم که به این موضوع فکر میکنیم که آیا طبیعت فیزیکی وجودی مستقل از ذهن ما داره یا صرفاً در واقع مجموعه ادراکاتیه که وابسته به ذهن ماست و در ذهن ما وجود داره. خب پاسخ این سوال رو از طریق هیچ داده تجربی
و از طریق هیچ طراحی آزمایشی که قرار نتایجش پاسخ این پرسش رو مشخص کنه نمیشه داد. یعنی چون چنان حیطه همه تجربه های ما رو در بر میگیره، همه تجربه ها رو طوری شامل میشه که دیگه هیچ تجربه خاصی نمیتونه پاسخ این پرسش رو بده. مثال دیگه این مثلا میتونه مسئله وجود خدا باشه که هیچ آزمایشی، هیچ داده تجربی پاسخ این پرسش رو مشخص نمیکنه. یعنی فرقی نمیکنه برای، از نظر تجربی فرقی نمیکنه جهان، چه ما به وجود خدا قائل باشیم چه به وجود خدا قائل نباشیم، جهانی که تجربه میکنیم یکیه. یعنی همون رنگ و بو و مزه و صدا و داده های تجربی که داریم یکیه و این داده ها مشخص نمیکنن پاسخ این پرسش رو که بگیم دسته خاصی از داده ها رو جدا کنیم یا یک آزمایش خاصی طراحی کنیم که از این طریق پاسخ این پرسش مشخص بشه، بلکه پرسشیه که ما صرفا از طریق تفکر عقلی به معنای وسیع، صرفا از طریق فکر کردن میتونیم و استدلال کردن میتونیم پاسخ اون رو بدیم. بنابراین فیلسوفا از روش تجربی استفاده نمیکنن برای پاسخ دادن به این پرسش ها و از روشی استفاده میکنن که به معنای وسیع میتونیم بگیم روش عقلی، یعنی از طریق صرف فکر کردن. و میشه درباره روش عقلی بیشتر صحبت کرد، ولی فعلا چیزی که میتونیم بهش توجه داشته باشیم اینه که در کار فیلسوفا استدلال کردن نقش خیلی برجسته‌ای داره. حالا شاید در فرصت دیگه جا باشه که این موضوع رو، روش فلسفه رو بیشتر باز کنیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. خب پس ما درباره فلسفه یک صحبت کلی کردیم. گفتیم فلسفه به سوالات اساسی درباره هستی و درباره ارتباط ما با هستی میپردازه و مثالهایی زدیم از سوالهای اساسی، از سوالهایی درباره هستی که مربوط به حیطه هستی شناسی میشن، سوالهایی درباره دانش، درباره نحوه شناخت ما از هستی که سوالهایی که در مربوط به حیطه معرفت شناسی یا شناخت شناسی میشن و کمی هم درباره روش فلسفه صحبت کردیم. امیدوارم که این توضیحات کمی چیستی فلسفه رو واضح‌تر کرده باشه و امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم.